شاید فکر کردید این قصه تموم شد، اما قصه هایی مثل قصه نور توی دل زمین و آسمون نفس میکشن تا دوباره راهشون رو به دل ما پیدا کنن. حالا دوباره اینجاییم با پرهای بیشتر و درخشانتر و مسیری که هنوز ادامه داره. اما قبل از ادامه سفر بیاید مسیری که با این پرها اومدیم و به یاد بیاریم. دخترک قصه ما توی سرزمینی زندگی میکرد که سحر نداشت. میگفتن خورشید فقط یه داستانه. بچه ها رویای پرواز نمیدیدن و آدماش آهسته راه میرفتن، نه چون خسته بودن، اما چون نمیدونستن که کجا میرن. پرنده هاش هم آواز خوندن و از یاد برده بودن. اما دخترک هنوز صدای پدر بزرگش رو به خاطر داشت. روزی نور بود و روزی کسی آن را به یاد خواهد آورد و آن را خواهد یافت. دختر کوچولو هرگز نور رو ندیده بود، با این حال باور داشت و وقتی پر درخشانش رو توی شنها پیدا کرد دنبالش کرد. رسید پای کوهی که خیلی قبل تر از اون سعی کرده بودن قله‌ش رو فتح کنن، اما توی پژواک و آتیش و زنجیر و مه و غبار گم شده بودن. اما اون قدم گذاشت، نه با یقین اما با اعتمادی عمیق که به پرش و نوری که بهش وعده داده بود داشت. اولین قلمرو پژواک بود، جایی که صداها انقدر تکرار شده بودن که معناشون رو از دست داده بودن. سکوت تنها پناهگاه بود، اما پرسشی ساده پژواک رو شکست و صدای نی سکوت رو به ترانه و زندانش رو شکست. و بعد قلمرو آتیش، جایی که خشم همه چیز رو میسوزوند، حتی اونایی که حملش میکردن. اما اونا آتیش رو نامیدند و فهمیدن چه زخمی رو داره نگهداری میکنه و از چی داره فریاد میزنه. رامش کردن و از گرما و نورش برای ادامه مسیرشون استفاده کردن. توی ادامه مسیر گدازه ها سخت شده بودن. همون احساسات و خشمایی که کسی نفهمیده بودشون حالا سنگ شده بودن و باعث زمین خوردنشون می شدن. دورشون مردم با زنجیرهای نامرئی و بدون قفل راه می رفتن. درسته، اینجا سرزمین زنجیرها بود، جایی که مردم دست و پاها و سرشون کوچیک مونده بود. انگار استخوناشون باور کرده بودن که اون زنجیرها واقعی‌اند. اما با اعتماد، گرما و سوالهای جسورانه اونا هم دیگر رو از زنجیرها باز کردن و رسیدن به قلمرو مه، جایی که دیگه نمیشد دید. آینه های مجعدش تصویر کسی که دیگران از اونا ساخته بودن رو نشون میدادن، نه خود واقعیشون. ولی اونا دونه دونه همدیگر رو با نام حقیقی، اون نامی که توی مسیر هر کدومشون پیدا کرده بودن، صدا زدن و آروم آروم راه آشکار شد. و بعد توی چند راهی بی نهایت تابلوها و علامتها فهمیدن که راهشون از پیش نوشته نشده و با قدمهاشون ساخته میشه. حالا 16 جوینده بودن و 22 پر درخشان، هر کدوم در جستجوی حقیقتی که به دنبالش بودن، اما با هم. پس قدم گذاشتن توی خاک، نه جاده‌ای بود نه راهی، فقط خاک. حالا غبار بلند می شد از روی زمین و هوا غبارآلود شده بود، غباری آروم و اندوهناک. انگار هر ذره‌اش تکه‌ای از حافظه فراموش شده بود. و اینجا قلمرو غبار بود. در میان غبار مجسمه های بزرگ می دیدن که هنوز ایستاده بودن، اما از درون پوسیده و تو خالی و با یه دست زدن می شکستن. یه سری دیگه شونم شکسته و بی چهره توی خاک افتاده بودن. یکی از بچه ها که محو عظمت مجسمه ها شده بود دست یکی از اونا رو گرفت و مجسمه زمزمه کرد:
انقدر مرا پرستیدند که فراموش کردن منم زنده بودم، انسان بودم با اشتباهات و درد. حالا نه خاطره‌ام مونده و نه حقیقت، فقط یک تکه سنگ. پیرمرد اضافه کرد: درسته، ستایش افراطی گذشته انسانها و حقایق رو به سنگ تبدیل میکنه، ایستاده اما بی جان و تو خالی. همینطور که محو این مجسمه های عظیم و تو خالی بودن، از دور صدایی شنیدن. نزدیکتر رفتن و دیدن یک چرخ بافندگی عظیم و قدیمی توی خاک نیمه پیداست. نخهای پوسیده هنوز بین دندونه‌های چوبی اون آویزون بودن و انگار دست‌های شبحگونه‌ای مشغول بافتن بودن. نزدیکتر شدن و متوجه شدن پارچه قدیمی و زیبا نیمه بافته مونده بود. اونا اگه پارچه رو میکشیدن، پارچه دیگه پوسیده بود و کامل از هم فرو میریخت و اگه هیچ کاری هم نمیکردن، باز هم پارچه به مرور زمان از هم فرو میریخت. اونا تصمیم گرفتن نخ تازه‌ای ببافن هر کدومشون، نه برای پاک کردن گذشته، بلکه برای ادامه دادنش. درسته، گذشته برای ادامه دادنه، نه چنگ زدن و یا فراموش کردن. وقتی پارچه رو بافتن، 2 پر درخشان از بین غبار بیرون اومدن و پارچه رو مثل پرچمی آروم آروم پیشا پیش گروه به پرواز در آوردن. خسته اما امیدوار به دنبال پرهاشون توی قلمرو غبار میرفتن که به یه درخت رسیدن و کمی زیرش نشستن تا خستگی در کنن. درخت انگار سالها بود توی روزای قبل از بهار مونده بود. دقیقاً همون وقتی که شاخه ها دارن سبز کمرنگ میشن اما هنوز جوونه‌ای نزدن. نه مرده بودن نه زنده. مثل گذشته‌ای که هرگز رها نشده. درخت با بادی که توی شاخه هاش میپیچید زمزمه کرد: از گذشته، از تمام کسایی که روزی زیر سایه‌اش نشسته بودن، از میوه هایی که میداد، از برگ های قشنگش توی پاییز، و اونا زیر درخت بدون قضاوت و بدون حرفی فقط شنیدن. و بعد از چند ساعت درخت جوونه کوچکی زد. همون باد که حالا غبار رو با خودش میبرد زمزمه کرد: گذشته باید شنیده بشه، نه پرستیده بشه و نه فراموش بشه، فقط شنیده بشه. اون وقت میشه ریشه‌ای که ساقه ها رو به سمت نور میفرسته. گذشته اگه شنیده بشه بذره و اگه پرستیده بشه سنگ و اگه فراموش بشه مثل غبار توی باد گم میشه. و حالا گذشته‌ای که مثل غبار تو هوا معلق بود و فراموش شده بود و خفه کننده بود و کور کننده، به خاکی تبدیل شد زیر پاهاشون که با هر قدمشون جوونه‌ای ازش سبز میشد. و حالا به دنبال 26 پر درخشان به سوی آینده و حقیقتشون میرفتن. تا فردا، شبتون خوش.